هذه النشافة جمیلتون. ترجمهش این خوشکنک زیباست. این خوشکنک زیباست. اصلا نشافه همون با رنگی می نویستن، بعد یک ورقی که در بالای اون میمونه تا اینکه رنگ‌های زیادی را کشیده بگیرد. زمانهای پیش بود همون را نشافه میگن. برای میگیم خوشکنک، یعنی که همون رنگ را در خودش جلب کرده میگیرد، خشک میکند که یگان چیز از بالاش بیاد و ورق دیگر در بالاش موندی اون ورق ده اون رنگ نگذرد. همین را میگن نشافه. اکنون هذه النشافة جمیلتون ترجمهش رو فهمیدیم و اعرابش چی است؟ یعنی تحلیلی همین عباره. تحلیل این عباره این طور است: هذه الهاء. ببینید هذه اسم اشاره که هست، اینجا دو کلمه هست، یکمش ها الهاء، دویمش ذیهی، دو کلمه هست. دقت بدید. میگوی هذه، اولا اعرابی که میگیم الهاء یعنی هایی که در اول هذه است، لتنبیهی برای تنبیه است، برای آگاهی است. این همین طور نام دارد، ها لتنبیه. پس اینها برای تنبیه بوده است. حرف لا محل له من الاعراب، یعنی این حرف است محل اعراب ندارد. محل اعراب ندارد یعنی چی؟ یعنی موقعی رفع و نصب و جر نمیگیرد، محل اعراب ندارد. اکنون ذیهی چی است؟ ذیهی اسم اشارت مبنی علی الکسرة فی محل رفع مبتدأ. یعنی ذیهی اسم اشاره است. اشاره میکنی میگه این، یعنی اشاره میکنی این، انم اسم اشاره هست، مبنی هست. ببینید مبنی هست علی الکسرة، یعنی مبنی بر کسره است. یعنی چی؟ یعنی هذه همیشه هذه است، در یگان جا هذیهو هذیه نمی آید. مبنی یعنی همین طریق شخص شدگی است با کسره آخرش تغییر نمی آبد. این را میگن مبنی. پس اینجا جا دارد که بیان بکنم کلمه های عربی به دو قسم تقسیم می شوند. معرب کلمه هایی که آخراشون تغییر می آبد، مثلا محمدون، محمدن، محمدین، دیدید آخرش تغییر یافت. هر کلمه ای را که آخرش تغییر می آبد او را میگویند معرب، و کلمه ای که آخرش تغییر نمی آبد او را میگن مبنی. مثلا هذه همه وقت هذه است، عینه همه وقت عینه است، الان همه وقت الان هست، یعنی نحنو همه وقت نحنو است، در یکان جا نحنی نمی شود. پس این هست کلمه های تقسیم کلمه های عربی که مبنی و معرب. پس این کلمه هذه مبنی است. پس مبنیات به 7 قسم تقسیم می شود که روزو یا مکانو یا زمانش کشید بیان خواهیم کرد، یا در کتاب الاجرومیه شرح اجرومیه بیان کردگی هست. می توانید که از یوتیوب ببینید که مبنیات کدام نمود کلمه ها است که در شرح اجرومیه بیان کرده. 5 نمودش را، اما 7 نمود می شود مبنی ها. اکنون ذیهی اسم اشارتین، اسم اشاره بوده است، مبنیون مبنی بوده است، یعنی آخرش تغییر نمی آبد، علی الکسرتی یعنی بیناش بر چی است؟ کسره، اما وقت آخرش کسره دارد، فی محل رفع اما جایگاهش مکانش رفع است. چرا؟ مبتدأ، یا میتونم بگم لانه مبتدأ، فی محل رفع مبتدأ، در محل رفع مبتدا می باشد کلمه ذیهی. پس این بود اعرابی هذه. بعد از این النشافة، نشافت رو اعرابش چی است؟ قاعده داریم بعد از اسم اشاره اسم بیاید که الف لام داشته باشد، اسم الف لام دار باشد بعد از اسم اشاره. و در این صورت علما 2 مذهب دارند. مذهب اول همین است که علمای نحو یعنی علمای گراماتیک عرب 2 مذهب دارند. مذهب اول همین است که اسم معرفه یعنی اسمی که الف لام دار باشد بعد از اسم اشاره اعرابش نعت می باشد.
چی اون کلمه جامد باشد چی مشتق، در هر دو صورت میگه اون را اعرابش نعت میکنیم، اعرابش نعت میباشد. مثلا این سخنی کی است؟ سخن ابن حاجب در کافیهش، کافیه‌ای که در وطن ما و شما در مسئله نحو میخونن، در همون کافیه صاحب همون کافیه صاحب نحو ابن حاجب میگوید که نعت اعراب میشود اسمی الف لام دار بعد از اسم اشاره. اما مذهب دوم قول از علما میگویند که اعرابش بدل است، یا همون عطفی بیانش میگویند، عطفی بیان هست میگوید، عطفی بیان میباشد اگر که بعد از اسم اشاره اسم الف لام دار باشد. پس این قول دوم است، مذهب دوم. بعد از اسم اشاره اسمی که الف لام دار باشد پس اون را اعرابش عطفی بیان هست، یا میتونیم بگیم بدل است، یعنی تابع است، تابعی ما قبلش عطفی بیان یا بدل می باشد. و ابن مالک میگوید که یعنی این سخن میتونیم بگیم سخن ابن مالک است، این سخن میتونیم بگیم ابن مالک است، یا بعضی از علمای دیگر این سخن رو گفتگی هستند که بدل می شود. اما ابو حیان درباره اسمی که بعد از اسم اشاره الف لام دار باشد میگوید که اگر، یعنی این مذهبی وسط را گرفت، این وسط را گرفت، میگه اگر جامد باشد اون را میتونیم که ما بدل بگوییم، اگر مشتق باشد اون را میگه نعتش بگو. ابو حیان میگوید که اگر مشتق باشد نعت اعرابش که چطوری که سیبوی همینطور اعرابش کردگی هستن، سیبوی نعتش گفتگی است اگر که مشتق باشد، و اگر که مشتق نباشد یعنی که جامد باشد در این صورت میگه اون را اعرابش بدل که یا همون عطفی بیان کن، و میتونی که عطفی بیان اعرابش کنی. پس این ابو حیان این سخن را گفته است. یا میتونه بگیم ابن عصفور مذهبی میانه را گرفته است، نه ابو حیان بلکه ابن عصفور میگه که دو وجه جایز است، میتونیش که عطفی بیانش بگوی، میتونیش که بدلش بگوی یا نعتش بگوی، یعنی که میگه جایز است، این طورم بگوی جایز است، آن طورم بگوی جایز است. در این باره یک شعر است میگوید که و این اتا کسم معرف بال بعد اشارت فنعت او بدل. میگوید که اگر که بعد از اسم معرفدار ال اسم اشاره بیاید، اگر که بعد از اسم اشاره اسم ال بیاید او را میگن نعت یا بدل اعرابش که و این اتا کسم معرف بال، یعنی اگر اسم معرفدار بال بعد اسم اشاره بیاید فنعت او بدل، یا میتونی میگن نعت اعرابش کنی، میتونی بدل اعرابش کنی. پس این جمله که حالا ما داریم هذه النشافتو، انا همین اختلافات در همین جا هست. پس بنده یک تاش اختیار کردم، من بدل رو اختیار کردم و نوشتم که النشافتو بدل المرفوع مرفوع و علامت رفعه الضمه الظاهره على آخره. پس من بدل اختیار کردم و شما میتونید که بدل بگویید، میتونید صفتش بگویید، یعنی که النشافه بگویید نعت المرفوع مرفوع و علامت رفعه الضمه الظاهره على آخره، این طور گفته میتوانید، این حق رو دارید. اما مذهبی دوم که گفت که اگر که ابن حیان گفت که اگر چی باشد، اگر جامد باشد یا مشتق تقسیمش کرد، با قول ابن حیان بگیریم اینجا را همچنین شما باید بدل بگید. چرا؟ زیرا که این نشافه مشتق نمی باشد، مشتق نیست. پس مشتق چی است؟ جامد چی است؟ اینها را انشاءالله روز شد بیان خواهیم کرد. اما کسانی که کتاب بیدان رو درساش گوش کردگی هستید پس جامد و مشتق را خوب میدانید، جامد چی است و مشتق چی می باشد. خب
اکنون کلمه النشافت هم اعرابش پره شد که بدل المرفوعی، یعنی در جای مرفوع است. بدل المرفوع در جای مرفوع. برای چی؟ برای ذیهی در محل رفع مبتدا بود کو این النشافت بدل، یعنی در جای همون ذیهی است، در جای ذیهی می باشد، در جای همون اسم اشاره هست، مرفوع است. ببینی مبنی کی نیست، گفتیم مرفوع، نه گفتیم مبنیون. مرفوع است. چرا؟ زیرا کلمه معرب است. مرفوع و علامت رفعه الضمه الظاهره، یعنی نشانه رفع بودنش ضمه ظاهره در آخر کلمه النشافت می باشد. بعد از این جمیلتون، اکنون ما مبتدا را یافتیم، هذه ها حرف تنبیه، ذیهی در محل رفع مبتدا، النشافت بدل بوده است. اکنون خبر در کجا است؟ جمیلتون خبر می باشد. ببینید یکی جمیلتون خبر مرفوع و علامت رفعه الضمه الظاهره على آخره، یعنی که همین کلمه جمیلتون خبر داده ایستاده است درباره هذه النشافتو، درباره همون خوشکنک، درباره همون ورقی که رنگ کشیده در خودش میگیرد، درباره همون خبر داده ایستاده که زیبا است. زیبا است گفته خبر داده ایستاده است. خبر مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهره على آخره. این بود دومین جمله که براتون نوشتیم، اعرابش با تفصیل. دیدید که از ثبت، در ثبت یعنی که بسیار نازکی های اعراب رو میتونیم بیان بکنیم، اما در نوشتن همه اینها رو بیان کردن خیلی مشکل و صعب و سخت می باشد. خب اکنون میگذاریم در سومین جمله که